به عنوان تصویربردار با این گروه 5000 نفری صعود کردن، من تنها تصویربرداری بودم که تونستم تا قله برم. یه جوون 16 ساله اولین تجربهش هم هست. آره فکر میکنم 2 نفر از دست رفتن توی این صعود، یا یکیشون فکر میکنم یخ زدش از سرما براش چیز، بعد با هلیکوپتر اومدن بردنش. هر کسی در رابطه با پولدار شدن، درآمد داشتن، آسون و سریع صحبت کرد، اون آدم فقط میخواد از طریق شما آسون و سریع پولدار بشه. سلام به همه کوهنوردان، طبیعت دوستان و شنوندگان و بینندگان عزیز. خیلی خوش اومدید به این پادکست. امروز یک مهمون بسیار ویژه دارم اینجا، یک مدرس کسب و کار، کوهنورد تقریبا حرفه‌ای البته در گذشته و مدرس کسب و کار، جناب آقای امیرحسین رضایی در خدمتتون هستیم. امروز قراره یک گفتگوی متفاوتی داشته باشیم، مخصوصا برای کسایی که علاوه بر کوهنوردی در بیزینس کوهنوردی، تول لیدری یا صنایع وابسته به این هستن. توصیه میکنم این پادکست رو بشنون، چرا که با یک بیزینسمنی که میخواد دیدش رو در مورد این بیزینس و کوهنوردی بگه. جناب رضایی خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و تیم پر انرژیتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. خیلی محبت کردین که تو این سفر کوتاهی که داشتید به ایران دعوت من پذیرفتین. من آشنایی تقریبا نسبتا دیرینه‌ای با شما دارم. دیرینه منظورم چندین سال است. حالا شما میشناسم از طریق پیج و فعالیت‌های اقتصادی که داشتید، بیشتر مشاوره هاتون، و چیزی که برام جذاب بود از چند سال پیش این بود که شما تجربه کوهنوردی داشتید. به همین دلیل من مدیری رو میشناختم که تجربه کوهنوردی هم داره و فکر میکردم اگر از کسی قرار مشاوره‌ای بگیرم احتمالاً شما باشید. نشد این اتفاق. ایران هم همش نوسان داشتیم، یعنی می‌خواستیم یه پلن رو شروع کنیم، یه اتفاقی میافتاد. نشد ازتون استفاده کنیم از حضورتون تا اینکه تشریف بردید برای ترکیه، تقریبا برای همیشه دیگه. درسته؟ برای همیشه مهاجرت کردم، نه ترکیه. کجا رفتید؟ آره ترکیه رفتم، ولی همیشه قرار نیست توی ترکیه بمونم. رفتید حالا اون قدم اول ترکیه. آره. و این شد که اینجا به بهونه این پادکست تونستم شما رو ملاقات کنم. خواهش میکنم. و میخوام یک توضیح به ما بدی در مورد ابتدا، چون این پادکست مخاطبمون اکثرا کوهنورد طبیعت کردن. میخوایم از لول کوهنوردی شروع کنیم، چه تجربیاتی داشتید و دیدتون رو در مورد این به اصطلاح فعالیت بگید تا بریم جلوتر در مورد بیزینس هم صحبت کنیم. من اول یک تجربه ای رو در رابطه با کوهنوردی که شاید برای مخاطب شما جذاب تر شه بگم. من به سبب شغل پدری که دفتر سینمایی داشتن تو این محیط هنری سینمایی بزرگ شدم. تو سن 16 سالگی بود که تابستوناش من کار میکردم. بعد از اینکه درس تموم شد میومدم توی دفتر پدر مشغول بودم. 3 پاه قرار بودش که یک صعودی رو داشته باشه به قله دماوند. اون موقع سال 79 بود یا 78 یا 79، حضور ذهن دقیق ندارم. اگر تاریخاشو بگردن سرچ کنن بچه‌ها میتونن تاریخ دقیقشو. یه صعودی بود که خیلی تبلیغات هم بابتش اون موقع شد. صعود 5000 نفری یا همچین چیزی داشت بابتش تبلیغات میشد اون سالها. از یعنی پرسنل اداریش، از پرسنل اداریش تا پرسنل های عملیاتیشون رو آورده بودن و یه کار تبلیغاتی بود. از در واقع مجموعه‌ای که پدر من داشتش تصویربردار احتیاج داشتن که این در واقع اتفاق رو پوشش بدن. اون موقع اون سال من چون خیلی از 6-7 سالگی من ورزش‌های رزمی رو به صورت خیلی حرفه‌ای دنبال می‌کردم. تا تقریبا 18-19 سالگی 20 سالگی داشتم ورزش می‌کردم. اون سنی هم که من اون موقع بودم اوج فعالیت‌های ورزشی و آمادگی بدنی به شدت بالایی داشتم و خواسته شده بود که تصویربردارهایی رو برای این کار انتخاب کنن که ورزشکار باشن. یعنی این صعودی نیستش که کسی فقط حرفه تصویربرداری رو بلد باشه و بتونه از پس این ماجرا بر بیاد.
و پیشنهادش برای من بود، پیشنهاد خیلی هم جذابی هم بود، من خیلی دوست داشتم همچین اتفاقی بیفته. کوهنوردی میکردم اون موقع در حد مثلا قله کلکچال و از سمت، چون محل زندگی اونم نزدیک تجریش بود، خیلی از روزهای جمعه و تعطیل و اینها فعالیت تفریحی دوستانمون کوهنوردی بود و انتخاب شدم که برای با این گروه برم. اون موقع یادم 8 تا یا 10 تا گروه 500-600 نفری شد و از جبهه‌های مختلف قرار شد صعود اتفاق بیفته. آره اومدیم تو لار پیاده‌مون کردن و برای اولین بار خب من همه یه کوهنوردی‌ها و اینها در حد نصف روز، حتی شبم نمونده بودم تا حالا جایی، تجربهش اصلا نداشتم و 16 سالم هم بود دیگه، سنم در نظر داشته باشی. آره 16 سال. اونجا پیاده‌مون کردن و جیره 4 روز به ما دادن. وای. که توش مثلا 3 تا یا 4 تا آب معدنی 1.5 لیتری بود، نمیدونم کاپشن بود، چادر بود و تجهیزاتی که مربوط به 4 روز در واقع پیمایش میشه. و یادمه که همشون پوتین سربازی پاشون بود، یعنی چون نیروهای اداری و نیروهای عملیاتی نظامی بودن در واقع دیگه، ولی من کفش حرفه‌ای کوهنوردی داشتم. اونجا جیرمون دادن و من این کوله رو اومدم که بلند کنم، افتادم زمین. وای کوله بزرگ کوله. وای وای. و بعد از اینکه کوله رو بلند کردم دیدم باید ساک دوربینم بلند بکنم، یعنی اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. چجوری میخوام برم این مسیر رو واقعا. و تصویر برداری توی گروه ها این شکلی مثل پیمایش افراد دیگه نیست. شما باید بدوی جلوتر دوربین رو بکاری، اینا بیان رد شن 500 نفر آدم، دوباره ورداری دوربین رو با پایه بدوی بری بالای اون افراد، دوباره بکاری، دوباره بگیری اینسرت بگیری و قراره تا قله برین. قراره تا قله هم بریم. آره. و یه جوون 16 ساله اولین تجربهش هم هست. آره من تازه توی اون تقریبا 20 نفر 25 نفری که به عنوان تصویربردار با این گروه 5000 نفری صعود کردن، من تنها تصویربرداری بودم که تونستم تا قله برم. آها بگو ادامه‌اش، چقدر جالب شد. من گفتم نمیری. نه شب اول موندیم، فکر میکنم هم 2 نفر از دست رفتن توی این صعود، یا یکیشون فکر میکنم یخ زدش از سرما براش چیز، بعد با هلیکوپتر اومدن بردنش. تیر بود یا مرداد، حضور ذهن ندارم، ولی یادمه اون چون از فدراسیون کوهنوردی رهبری هر گروهی رو میکردن، یه آقای خیلی مسنی بود که 2 نفر 3 نفر باهاش بودن، هر 400-500 نفر رو به عهده یه سرپرست گذاشته بودن. اون جبهه‌ای که شما میرفتید تقریبا چند نفرن همراهتون؟ 500 نفر. یعنی با شما 500 نفر؟ بله. 5000 نفر و مسئول ویدیو گرفتن همه شمایی؟ بله. آیا خدا. آره. خیلی سخت شد. آره من بودم و 1 نفر دیگه. شب اول گذروندیم، شب دوم رو هم گذروندیم، شب سوم بود که دیگه خب خیلی خلاصش بکنم بریده بودیم و شنیده بودیم، چون موبایل ماهواره‌ای داشتش سرپرست گروهمون و ارتباط داشتن با جبهه، با هلیکوپتر ارتباط داشتن و اینها، کار تبلیغاتی بود دیگه در واقع، ولی خب به سرانجامم رسید. و شب آخر که بود تقریبا فکر میکنم از گروه 20 نفر شده بودیم از 500 نفر که میخواست شب آخر کوله ها هم توی اون، یعنی از 500 نفر داریم 20 نفر صعود میکنه. آره اصلا هر کسی توی یه جای دیگه بریده بود و دیگه نمیتونستن بیان بالا. آره آمادگی جسمانی داشته. و اون موقع من یادمه که شب سوم اون نفری که با ما فرستاده بودن سرپرست بود از فدراسیون کوهنوردی بود، گفتش اگر تو بتونی صبح با ما بیایی بری، تو جوانترین کسی هستی که تا حالا قله دماوند رو فتح کرده. این خیلی برای من انگیزه شد. آها. در حالی که به شدت بریده بودم یعنی اصلا اینجوری نبود که من حتی اون خوش و خورم اینا، چون روز آخرم دیگه دوربین کار نمی‌کرد، باتریا یخ زده بود. روز آخر میگفتن کمپ آخر 15 درجه هوا زیر صفر بود، یخچالای دائمی بود اونجا. آره. و
هوا خیلی سرد بود، باتریای دوربین کار نمی‌کرد. من باتریای دوربین رو حتی میدونستم که بهم گفته بودن که باید گرم نگه داشته باشه، شبا توی کیسه خواب توی شلوارم بین پاهام میذاشتم که از گرمای بدنت آره که گرم بشه بتونم فرداش تصویر بگیرم باهاشون. یعنی من یادمه خرما توی کولم بود، این خرما رو من میخوردم همون لحظه احساس می‌کردم قند و انرژیش رفت تو پام، 3 تا قدم تونستم یعنی کالری رفت الان همون لحظه مصرف شد، یعنی همون لحظه داره استفاده میشه. انقدر فشار اومده بود و خیلی سخت بود و کولر رو گذاشتیم ما توی همون کمپ آخر و صعودمون رو انجام دادیم و هلیکوپتر اومد. یه تصویری هستش هنوز توی فکر کنم بشه گوگل پیدا کرد، یه تصویری گرفته که از اون 5000 نفر فکر کنم 70-80 یا 100 نفر صعودشون رو در واقع به سرانجام رسوندن و طی یک روزم کلا ما برگشتیم، یعنی شب یه جای دیگه نمونیم و یک روزه کل مسیر رو برگشتیم. خیلی تجربه عجیب و غریب و جالب بود که اون بعدش هم شبکه جام جم نمیدونم الان حالا ویدیوشو بعدا اینجا میذاریم آره نمیدونم مثلا هنوزم کار میکنه شبکه جام جم یا نه. اون موقع یه برنامه‌ای بود در رابطه با ورزشکارا و اینا بود که اومدن مصاحبه کردن و به عنوان جوان‌ترین و فلان، ولی الان فکر میکنم کم سن و سال‌تر هم صعود کرده. آره سلام عرض میکنم خدمت تمام جوانان ایرانی خارج از کشور، علل خصوص ورزشکاران. من امیرحسین رضایی هستم. خیلی تجربه جالبی بود. اینجا بود که شما کوهنوردی رو شروع کردید؟ نمیتونم بگم شروع کردم، ولی کلا تایپ شخصیتی من به شدت علاقه‌مند به طبیعت، برای همین خیلی با طبیعت الان با همسرم حداقل هفته یه بار رو به طبیعت میزنیم. شده در حد یک پیمایش پیاده روی. یه سوال بپرسم، الان ترکیه دیگه درسته؟ بله. کدوم شهرش؟ استانبول. طبیعت اونجا نسبت به ایران یه مقایسه کلی بخوای بکنی؟ تنوع طبیعت ایران خیلی بالاتره. خیلی بالاتره. ولی طبیعتی که مربوط به دریا و ساحل باشه، ما مثلا فقط کیش و قشم و سمت چابهار و اینها رو داریم. اون از اون مدل طبیعت ها که کوهستان هم کنارش باشه و سرسبزی و اینها رو داشته باشه بیشتر داره. کویرش رو نداره مثلا. کوهستانی که مدل کوههای توی ایران باشه نداره، اون سختی و اون سنگ و اونا بعضی دوست ندارن البته. ولی اون حسی که به آدم میده رو اونها رو دیگه تنوع چیزیه دیگه خیلی کمتر داره. اون سرسبزی و این تلفیقی که اینا کنار هم دیگه اتفاق میفته، مثلا جذابیت و اون کنتراستشون میبره. آره این که مثلا ما توی ایران تو هم زمستونش هم تابستونش، تو تابستون میتونیم بریم یه جای یخ بزنیم، تو زمستون میتونیم بریم یه جایی گرممون بشه. این تنوعی که ییلا قشلاقی که توی فضای ایران وجود داره اونجا خیلی کمتره. آره خیلی از حالا بچه‌هایی که اروپا هم رفته بودن دقیقاً همینو میگن. یه سوالی که داشتم این بود که شما از جایی که مدرس کسب و کار و بازاریابی و مدیریت تو این وادی‌ها هستین، احتمالاً مالیتونم قویه و اینها، می‌خواستم بگم که هزینه‌های کوهنوردی رو چجوری میشه مدیریت کرد؟ روش خاصی نمیدونم چیزی داری توصیه؟ ببین من خودم نخواهیم شعاری صحبت بکنیم و خیلی چی میگن تو فضای فانتزی که نه پول خرج نکنه فلان نکنه ال نکنه اینا. به نظرم خود همون تجهیزات داشتن و از اون تجهیزات استفاده کردن هم بخشی از اون لذت طبیعتگردی و کوهنوردیه. یعنی این که مثلا بعضیا شعار اینو میدن که آقا ساکتو ببند، حالا دقت نکن مثلا چه کوله‌ای داری، چه کفشی داری، نمیدونم چه فلانی، بزن بیرون و طبیعت و فلان و اینا. حرف قشنگیه ولی واقعیتش اینه که تو وقتی توی با یه کوله حرفه‌ای طبیعتگردی مثلا 511 آمریکایی تجهیزاتتو میذاری و میری یه جایی اونو بازش میکنی، اون زیپشو باز میکنی، تجهیزاتو اینا هم جزئی از کیفیه که داری میبری. دقیقاً همینطوره. یعنی من به نظرم اینه که تجهیزات، حالا درسته هر چقدر
تجهیزات حرفه‌ای‌تر و تجهیزات بروزتر بخواد بشه هزینه بیشتری هم میطلبه، اما واقعا لذتش هم بیشتره. من به شخصه این شکلی هم و اون لذت رو هم بخشی از این فراینده میدونم. اما یه نکته‌ای که داره، نباید مانعی برای اصل قضیه بخواد بشه، اون ماجراجویی تو ایجاد کنه. دقیقاً. این که ما حتما باید یک کفش مناسبی واسه کارمون، واسه کوهنوردی یا طبیعت گردیمون داشته باشیم. حتما باید یک سری لوازم ضروری رو در کولمون داشته باشیم. ولی این که حالا مثلا من برند سوئیسیه رو ندارم یا از یه برند ایرانی دارم استفاده میکنم یا فلان تجهیزاتیه که خورده زخم و زیلی و یه سر کار کرده است، باعث بشه که دیگه حالا من نرم توی اون تیم کوهنوردیه، نرم توی اون مثلا گروهی که قراره امروز پیمایش بکنه، اون یه خورده به نظرم دیگه یه ذره زیاده رویه. آره، ولی نکته خیلی جالبی اشاره کردین که خیلیا اینو نمیگن، در واقع میگن برو از مسیر لذت ببر، این جمله‌های جدید که خیلی هم ترنده. من یه چیزم میتونم بهش اضافه کنم چون کارم هم اینه، من میگم بیایم یه لول قبلش، خرید هم جزئی از تجربه است، جزئی از لذته. آره واقعا. و اینکه حالا یه ذره بریم به سمت اینکه خرید، حالا اگر حالا بیزینس هایی که بتونن این خرید رو لذت بخشش کنن. اصلا این برند ویکتوری سوئیس هستش که آره. تجهیزات چاقو و نمیدونم برش و اینجور چیزا رو میزنه. شما اصلا وارد نمایندگیاش میشین، من فکر نمی کنم کسی عاشق طبیعت باشه و با این برند اصلا حال نکنه، لذت نبره. میرین واقعا وارد مغازه هاشون میشین، نمایندگی هاشون توی هر کشوری میشین، واقعا همینطور که شما میگین لذت بخش. اصلا این فرایند دست زدن به مدل های مختلفش و خرید کردنش و تست کردنش و موضوعات این چنینش واقعا یعنی یه فرایندی که چندین لول تو میتونی از این لذت ببری. یعنی همینطوره. به همین دلیل من حالا یه ذره بریم سمت بیزینسیش هم بکنم، اینجا رو میخوام بگم جالبه که بیزینس هایی که میان کوهنوردی و یا طبیعت گردی یا سفر رو دارن، این که بیزینس رو دارن پوشش میدن، بیزینس هایی که دارن این عرصه رو پوشش میدن، این صنعت رو، جالبه که باید دیدشون نسبت به بیزینسی که نمیدونم لاستیک فروشیه، قابلمه فروشیه، باید با این ذره متفاوت باشه و تجربه متفاوت رو ایجاد کنه. درسته؟ این چیزی که داری میگی توی رفتار فروشنده ها و اصلا رفتار اون بیزینس با مخاطب خیلی مشهوده. یعنی من به راحتی میفهمم که این طرف اومده که یک مثلا کالای حرفه‌ای کوهنوردی رو داره میفروشه و براش فرقی نداره که به قول تو این کالای کوهنوردی و طبیعت گردیه یا یه لاستیک داره میفروشه یا هر کالای دیگه داره، لپتاپ مثلا میفروشه، هیچ فرقی براش نداره. کسی که با عشق در واقع این کار رو انجام میده و اطلاعات داره، خودش طبیعت گرده، خودش کوهنورده، به مراتب فروش‌های موفق تری هم داره، به مراتب مخاطب ارتباط بهتری برقرار میکنه و به مراتب اون بیزینس کانال‌های درآمدی بیشتری هم میتونه خلق بکنه. یعنی یه نفر که فروشنده است یا یک بازرگان فقط به این نگاه میکنه که من یک سری محصولات رو میارم، خب مخاطبش کیه؟ طبیعتگردا و کوهنوردا، میدم به بنکدار یا میدم به پخش کننده، این پلتفرم یا این سایتش هم در نظر میگیریم، این فرایند فروشش و این اتفاق میفته و فقط به همین مسیره فکر میکنه و تمام. اما یک نفر که عاشق این کاره، تجهیزاتو میفروشه، تجهیزاتو اجاره میده، تجهیزاتو تعمیر میکنه، تور طبیعت گردی میذاره، پلتفرم میذاره که ماشین و راننده رنت بده به مردم و ببرتشون طبیعت گردی، دیل میکنه با مکانهایی که اونجا طبیعت گردی میخواد اتفاق بیفته، اونجا خدمات میده و شبکه رو گسترش میده. خب یه نقد بیزینسی هم دارم البته، اگه بخوای تو همه اینا
چیز باشی یه ذره زیاد نیست. میگم همه اینا میتونی فعال باشی. تونستنش و اینا برمیگرده به خود من. میخوام بگم که این پتانسیل و این امکان همیشه وجود داره. حالا اون بیزینسمن انتخاب میکنه که وارد این حوزه بشه یا نه، ولی میخوام بگم که این عشق و علاقه که در کار باشه چقدر قابل توسعه میشه همه چیز. آره بیزینس قابل توسعه است تا کسی که به فقط این فکر میکنه که فروش اتفاق بیفته. یه نکته میخوام بگم، من توی مدت که ایران بودم یه سری تجهیزات میخواستم بگیرم که توی ترکیه خیلی قیمتش بالاتر بود یا نبودش اصلا. مثلا توی ترکیه بخوام مثال بزنم سرشله نیست. سرشله چرا؟ نمیدونم. زیست محیطیه. نه دو تا شرکت نورگاز و یکی دیگه هستش که دارن تولید میکنن. اینا فقط سرشله‌ای که به پیچی و به خود اون کپسول بسته میشه داره. سرشله شلنگی موجود نیست. الان شما تمام سایت‌های ترکیه رو بزنید نمی‌پیدا. دکاتلون هم نداره. نه دکاتلون هم نورگاز رو میفروشه و اینا استیبل نیست دیگه. من سرشله شلنگی احتیاج داشتم. آره که برام راحت‌تر و اوکی نبود. یکی از کالا اومدم تو سایت‌های مختلف و گشتم و خریدم و انجام دادم و فلان و اینها. اومدم توی میدون منیری هم می‌خواستم بگردم اونجا یه ذره مغازه‌ها رو ببینم. همین که ببینم چیا دارن و چه جوریه. یه برندی هست به نام هومتو، همه میدونن. فکر می‌کنم یه نفر وارد کرده پخش کرده بین مثلا 100 تا مغازه. مافیاست. من هومتو میخوام بخرم، آب نوردی هومتو میخوام بخرم. وارد مغازه میشم و میپوشم و مثلا تست میکنم و نگاه میکنم و کفش رو نگاه میکنم. چی میشه که از اون مغازه نمیخرم میرم مغازه بعدی؟ اونم همون هومتو رو داره، همون مدل هم هست. یعنی میخوام بگم در فضایی که کالاها شبیه همدیگه داره فروخته میشه و محدودیت‌های تأمین برای بیزینس‌های در این صنعت وجود داره، محدودیت‌های تأمین هستش، این عشق و علاقه‌ای که داری میگی در کار وجود داشته باشه وجه تمایز خیلی راحت و ارزونی رو بین همه ایجاد میکنه. من از کسی خریدم که دیدم خودش این رو خریده و میدونه تو آب لیز میخوره نمیخوره، این مدلش ممکنه تو سنگ، چون آب نوردی میکنی سنگای ریز و اینا ممکنه به پاد آسیب بزنه. آره. این مدلش مثلا به چه کسی این رو میدونه؟ کسی که عشق و علاقه داره به این کار، کسی که خودش طبیعت گرد وایساده واسه فروش این کار. آقای رضایی چند تا سوال خیلی سریع میخوام پاسخ چیز بدید بهم. دوگانه های این چیزو بگم، این اکتیویتی و این فعالیت رو بگم. کوهنوردی یا طبیعت گردی؟ طبیعت گردی علاقه. با اینکه با کوهنوردی شروع کردیم. بعد گروهی یا یعنی با گروه و تور، یا حالا نمیگم تور، منظور گروه زیاد یا 2 نفره؟ انفرادی و 2 نفر. من با همسرمو ترجیح میدم. آره خیلی عالیه این. کاپلا چون خیلی پایه است. آفرین. و این خیلی به نظرم مهمه. اصلا خیلی نقش داره. دیدم کاپلایی که مثلا خیلی پارتنرشون اوکی نیستش با این موضوع و یه نفرم نمیشه دیگه. خیلی برعکسش هم خیلی وجود داره. یعنی خانم هایی که دوست دارن، معمولا خانم ها خیلی دوست دارن سفر کنن. حالا یه تایپی که وجود داره اینه که دوست دارن شهرها رو بگردن، آقایون همراهی نمیکنن. ولی یه گروه زیادی هم هستن که خانم میخواد بره کوهنوردی یا طبیعت گردی، آقا نمیاد. اون یه ذره سخت‌تره تو فرهنگ ما. آره تو محدودیت هایی که تو فرهنگ ما هستش. آره خب این موضوع خیلی سخت داره، ولی ترجیح همینه که اگرم با گروهی میرم با یه گروه حرفه‌ای برم. اصلا با گروه هایی که الان خیلی زیادم شده و طبیعت مثلا مخصوصا تو ایران میگین دیسکو با ایران که اصلا اوضاع خرابه. آره اصلا خیلی معنی و مفهومی نداره. من اگه میخواستم با این صدا و حجم موزیک گوش بدم که برای چی؟ خب اومدم طبیعت میرفتم، خب مهمونی میرفتم تو دیسکو اگر تو کشور خارجی باشه. برای چی اومدم تو طبیعت این حجم صدا و ضرب و فلان اینو؟ این حیونا واقعا فکر کنم نصفشون سکته میکنن تو اون منطقه. اصلا اون که مشکلات زیست محیطیش سوا و این که حالا یه ذره ریشه فرهنگی، حالا فرهنگی نبگم، محدودیت هایی که وجود داره اونجا میخواد تخلیه بشه دیگه. این اصل مسئله است و اتفاقای خیلی بدی میفته. یعنی حالا شما اون که طبیعت و اینا کاری بهش ندارم، نمیدونم انواع مواد و اینا که داره این اتفاق داره میفته و این خیلی بده. یعنی داره
و واقعا از اون تایپ، از فرهنگی که واقعا نیچر رو دوست داشته باشی داره دور میشه. آره واقعا هم همینطوریه. من یه زمانی توی گروه‌های طبیعت‌گردی که میرفتیم همیشه برام سوال بود که چرا بومیای منطقه انقدر موضع دارن نسبت به چقدر گارد دارن. آره و میگفتم ببین من اون انقدر موضوع رو برام اقتصادی و بیزینسی و اینا بود، میگفتم اینا با این همه تعداد آدم میان اونجا، این همه خرید میکنن، ماست و شیر ازشون میگیرن، نمیدونم یه بالاخره یه کمکی میشه در رابطه با این موضوع. چرا اینا انقدر گارد دارن؟ چرا انقدر بد رفتار یا بد نگاه میکنن یا بد اصلا صحبت میکنن و اینها؟ تا موقعی که یه مدتی توی یک محلی که محل طبیعت مثلا دنج و چی میگن بکری بود، یه مدتی توش زندگی کردم و دیدم واقعا حق دارن. یعنی نه آدمهای جدیدی که مخصوصا از شهر میان توی اینجا تمام سیستم اونجا رو به هم میریزن، از سر و صدا گرفته، از آشغال و فضولات گرفته، از نمیدونم اصلا همه چیز رو به هم میریزن. یعنی واقعا میگفتم من خودم به شخصه که الان نسبت به گارد گرفتن اینا برام سوال بود، من الان توی جای بکری باشم حتما در و پیکرشو میبندم غریبه و وارد نشن، چون اصلا نمیتونن. یعنی من باید فقط چند ساعت وقت بذارم برای اینا که آقا میایین توی اون منطقه کیسه زباله همراهتون باشه، زباله‌های خودتون رو وردارید ببرید با خودتون. این دیگه چی میگن بیسیک ترین موضوعه. وقتی بعد از این که اینا میرن نگاه میکنی، بعد یه چیز اشتباهی هم که افتاده، مثلا اگر پوست خربوزه و پوست هندونه و نمیدونم تخمه و اینا بریزی زمین، اینا اشکالی جذب میشه. اینا جذب میشه کوده. نه میدونین یه موضوع دیگه هم هست. الان شما به عنوان استراتژیست کسب و کار میخواستم بپرسم واقعا راهکار چیه؟ یعنی مشکل فرهنگیه، مشکل نمیدونم حکومت، مشکل کی باید این، یعنی مردمن فرهنگشون یاد بگیرن کی باید این مشکل رو حل کنه؟ الان من نمیدونم، احتمالاً از نظر خودم باید یه بچه یعنی 5 ساله هم باید بدونه دیگه زباله رو همونطور که توی خونه رهاش نمی‌کنی اونجا هم نباید رهاش کنی. ولی گویا تو این مملکت آدم نمیدونم 80 سالش هم نمیفهمه، 50 هیچکی نمیفهمه. یعنی شما بری، حالا من و شما اوکییم، هر جمعی هم میشینی هم سخنرانن اوکی هم. ولی به محض این که شما میری کنار دریا، کنار جاده، اینا رو کی میگیره؟ اینا کیان؟ به نظر میاد که وزن زیادش موضوع فرهنگیه و آموزش هایی که دیده نشده و نبوده و کمتر بهش پرداخته شده. اما یه مسئله دیگه ای هم هست که ریشه توی رفتار آدما داره و اون هم فکر میکنم سر جنگ داشتن مردم با حاکمیته. یعنی وقتی یه جایی میبینن آشغال ریخته و مثلا اونجا چقدر سطل زباله دیدی که زباله بغلش تلمبار شده، این که مشکل فرد نیستش، که این که مشکل شخصی کسی نیست، که اون یک بانی باید داشته باشه، یک کسی که بخواد مسئول این کار باشه و بیاد جمع بکنه. چقدر جاها رو تو شمال دیدیم که ماشینای حمل زباله اومده خالی میکنه توی درهایی، از کلی دره هست توی گیلان و مازندران حتما دیدیم. پر آشغاله. اون آشغال 1 نفر 2 نفر 100 نفر 1000 نفر آدم نیست اصلا که میان میگن مردم نگاه کنید آشغال ریختن. اون اصلا مشخص صنعته، یعنی صنعتی اونجا. و وقتی که مردم دیگه چیز نیستن که، یعنی آدمای چشم و گوش بسته نیستن. وقتی میاد اینو میبینه و میبینه که هیچ کسی دلش نمیسوزه، میگه منم نمیسوزه دلم، منم نمیکنم. خودش رو به تنهایی مسئول این موضوع نمیدونه. من فکر میکنم ریشه خیلی از رفتارها این باشه، چون حاکمیت درست عمل نمیکنه، کلی از مردم رعایت نمیکنه، میگه منم عمل نمیکنم. یه ذره میخواستم سوالاتی که خیلی از دغدغه‌ای که بچه‌ها دارن، چطوری این چیز رو مدیریت کنن؟ هزینه‌های کوهنوردی رو چطوری میشه مدیریت کرد با درآمدی که تو ایران وجود داره؟
و شما هم یه جایی گفتین که وسیله استاندارد هم تجربه خوبی میاره، هم حس تجربه تو، هم صدمه نمیزنه، کوله خوب به کمرت آسیب نمیزنه و لذت بیشتری میبری و هزینه هم خیلی بالاست. یعنی 100 میلیون برای پک درست حسابی حداقل نیازه. اینو چجوری مدیریت کنم؟ پیشنهادی؟ من این رو میذارم به عهده افرادی مثل شما. یعنی کسانی که دارن کار در واقع بیزینس در این حوزه انجام میدن، به عناوین مختلفی میتونن کمک کنن به این فضا. چجوری؟ اولا میام توی همین پادکست هیچ وقت نمیام بگم که الان تو میخوای بیای وارد فضای کوهنوردی بشی و تجهیزات استانداردی داشته باشی باید 100 میلیون هزینه کنی. همین الان من خودم الان یهو ترسیدم شاید تجهیزات من بالای 400 500 میلیون تومان هزینه‌اش شده باشه، ولی همین الان یهو 100 میلیون، $2000 من الان باید پول بدم. آره قطعاً گارد میگیرم. ولی وقتی که بیایم این رو خوردش بکنیم، تقسیم بندیش بکنیم، برای مرحله به مرحله، برای فرهنگ ایرانی بیای مثلا ببین کار شما اینه دیگه، بیزینستون اینه، شناسایی بکن افرادی که واقعا علاقه‌مندن، برای اون افراد بیا یه سری در واقع مسئولیت اجتماعی بیزینست رو هم اونجا انجام بده، اقساطیش کن واسه شون. چه کالایی رو میتونی، همچین امکانی رو داری، جامعه مخاطبت هم میشناسه، میدونی آقا این کوهنورده میخواد یه همچین کوله‌ای رو تهیه کنه، مثلا این نیست که بخواد بخره بیزینس کنه بفروشه. این شرایط رو بیا براش فراهم کن. از اون بهتر اصلا یه جایی رو درست بکن. خیلی ها هستن مثل من نوعی خیلی تجهیزاتی دارن دیگه الان استفاده نمیکنن. تجهیزات رو بیا در قالب یک مشارکت دو طرفه یک محلی رو درست بکن که هم اون طرف بیاد مثلا تجهیزات که نمیخواد رو یا بفروشه به شما یا بذاره اونجا شما رنتش بده. و کسی که میخواد کوهنوردی رو شروع بکنه که همون اول نمیخواد بره هر روز کوهنوردی، که میخواد یکی دو بار بره اصلا ببینه برای این کار هست، لذت میبره نبره. بگو نمیخواد کوله الان بخری 10 میلیون تومان، 20 میلیون، نمیدونم الان رنج چقدره. همینه 10 میلیون. شما بیا یه روز میخوای رنت بکنی، بیا من مثلا بهت میدم 200,000 تومان، 300,000 تومان، 500,000 تومان. تجربهش بکن. بیا این کوله رو بردار ببر تجهیزات. حالا موضوعاتش هم مدیریت قطعا میکنی. یه بچه زمانی میخوای بگیری از بچهای کوهنوردی و تیم خودت نفر رو میخوای معرفی بکنی، قابل هندله. ببین الان من یعنی 2 ساله دارم، یکی از چیزاست، راهکاراست. فروش اقساطی یکی از راهکاراست. اینا مسئولیتاییه که من دارم به عهده شما میذارم و میگم که میتونید این کار رو انجام بدید. من الان 4 ساله دارم اسکی میکنم. همیشه هم اسکی رو توی ذهنم یک ورزش فوق العاده گرون و لاکچری و یه جورایی در صورت که واقعا اینطوری نیست اصلا. شما الان من الان میخوام برم اسکی یاد بگیرم. توی هر پیست اسکی برید شما 2-3 تا مغازه دکه هستش که تمام تجهیزات رو رنت میده بهت. اصلا 2 جلسه برو یه دونه مربی هم بگیر برای خودت. برو یه 2 بار کوه بیا پایین، 2 بار بخور زمین، 2 بار لذتشو ببری، ببین اصلا اوکی هستی. فوق العاده است. آره. یعنی تجربه کردنه به نظر من اصلا انقدری که آدما فکر میکنن گرونه نیست. شهامت این که بخوای انجامش بدی خیلی گرون شده. و اینکه به نظرت از کوهنوردی میشه درآمد دیگه، یعنی کوهنورد میتونه درآمد دیگه هم داشته باشه؟ ببین به این موضوع من فکر کردم. فکر میکنم توی فضای سوشال مدیا در قالب بلاگری بشه ازش درآمد داشت، که چه بسا خیلیا در یوتیوب و پلتفرم هایی که به ازای بازدید و انگیجمنتی که اون پلتفرم داره بهشون پول پرداخت میکنه، ولی اصلا راه کوتاه و سریع و این که من الان بخوام 2 روزه به یه همچین مثلا اصلا همچین نه درآمدی حداقلی بخوام برسم، به هیچ وجه راه کوتاه مدتی نیست. ضمن این که تولید محتوا در پلتفرم هایی که مخاطبش فقط ایرانی هستند، این یه هدیه ای از من به مخاطبای شما، یک کار به شدت پر استهلاک و پر هزینه به نسبت درآمدی که ایجاد میکنه.
شما محتوایی تولید کنید که مخاطبت لوکال مال یه منطقه باشه، مثلا فارسی زبونا فقط بخوان این محتوا رو ببینن. خب یه سوال، به درآمدش فکر نکن، به مارکتینگش فکر بکن، به اینکه برات آورده های دیگری داشته باشه فکر بکن، به برند اورنست فکر بکن. اما اینکه بخوای فکر بکنی که از این کار من میخوام پول در بیارم، پول قابل توجهی به نسبت زحمت چندین ماهه و چندین ساله‌ای که میکشی نیست. تریدر هم هستیم. بله. تریدر، مشاور کسب و کار و از سوشال هم که خیلی چیزا میدونید. و میخوام بگم که درآمد دلاری تا چقدر واقعیه؟ ذره بریم این سمت. ببین، یک کلید واژه‌ای در این رابطه بخوام بهتون بگم اینه که هر کسی در رابطه با پولدار شدن، درآمد داشتن، آسون و سریع صحبت کرد، اون آدم فقط میخواد از طریق شما آسون و سریع پولدار بشه. یعنی همچین چیزی وجود خارجی نداره که فکر بکنید پول در آوردن و درآمد داشتن آسون و سریع هست و اینقدر راحت میان برای شما آموزش میدن. شما یه کمپینی داشتین، یه سوشال دیتاکسی بود، نمیدونم حالا اسم عنوان دقیقش چی بود. موبایل آف. آره. خودتون یا یعنی اجرا کردین؟ 2 سال پیش من این کمپین رو راه اندازی کردم که روزهای، چون شنبه یک شنبه ها ترید نمی کردم، روز یک شنبه رو انتخاب کردم واسه یه همچین روزی و گفتم که درسته که الان جزئی از انگاری واقعا موبایل جزئی از اعضای بدنمون شده، یعنی انقدر ضرورت داره که باهاش در ارتباط باشیم، اما آسیب‌های زیادی هم داره به ما وارد میکنه و واقعا لازمه که ما این توانایی رو در خودمون به وجود بیاریم که بتونیم یه جاهایی واقعا بهش نبگیم. و وقتی که 24 ساعته ما با این داریم کار میکنیم و شده جزئی از اعضای بدنمون، قاعدتا در این کار خیلی توانمند نیستیم و نمیتونیم انجامش بدیم. یه روزایی رو گذاشتم برای موبایل آف، یک شنبه ساعت 12 شب تا یک شنبه ساعت 12 شب 24 ساعت دست به موبایل، تکنولوژی، لپتاپ، اینترنت، حتی تا میتونی تلویزیون، کتاب صوتی شد، هیچی، تا جایی که میتونی. کلی پیام اومد که آقا من کارم اصلا این شکلیه. گفتم ببین ما هدفمون اینه که این کار رو انجام بدیم، ولی اگر اصلا نمیگو ادمینم من اصلا نمیتونم همچین کاری بکنم. گفتم اگر خدای نکرده برات اتفاقی پیش بیاد و تو در بیمارستان جایی بستری بشی چی میشه؟ کی جای تو رو انجام میده؟ گفت ممکنه این کار رو از دست بدم. پس گفتم خیلی خوب، برای تو هم راهکار داریم. چجوری؟ ساعت بذار، قرار نیستش که هر کی زنگ میزنه، پیغام میده، مسیج میده همون لحظه من دایرکت هم جواب بدم. ساعت 4 تا 5 1 ساعت در روز رو وقت بذار، یا خیلی دیگه وب مستری و من باید همه چیز رو چک بکنم و اینا، هر 2 ساعت یه بار 5 دقیقه تو مهلت داری جواب بدی، ولی کنترل شده. دقیقاً. مسئله ما توانمند شدن توی این حوزه بود، ضمن این که توی اون روز برو بزن بیرون، اصلا ول کنین موبایلو. آقای رضایی، میخواستم یک سوالی بپرسم بازم مربوط به شغلتون، در مورد بیزینستون. چه تو پیجتون که یه سر بزنن، حالا من پیجم تگ میکنم، بچه‌ها متوجه میشن، اهل مطالعین، مخصوصا کانال خوبتون. من از کانالتون خیلی چیزا یاد گرفتم، پادکست هایی که دارید قشنگه، معرفیاتون خیلی خوبه واقعا و میشه خیلی استفاده ازش کرد. میخواستم در مورد حوزه بیزینس یا پرسونال یا هر چیزی در این باره کتاب‌های مفیدی که میشناسین رو دوست دارین برام معرفی کنین چند تا. من با توجه به شناختی که یک کمی از تایپ کوهنوردا و طبیعتگردا دارم و فکر میکنم روی یک سری مسائل کمتر توجه میکنم، مثل مسائل اقتصادی یا مالی، کتاب روانشناسی پول رو معرفی میکنم که حتما مطالعه بکنم. روانشناسی پول، آره، این کتاب شروع میکنه که یه خورده راجع به دیدگاه‌های اقتصادیشون رو یه خورده تقویت بکنن. آدم‌هایی که به طبیعت علاقه‌مندن خیلی موضوعات اقتصادی براشون پررنگ نیست در زندگی، اینطوری من شناختم یا اینطوری بیشتر دیدمشون. فکر میکنم کتاب خوبی باشه. یه کتابم جدیداً دارم مطالعه میکنم، البته کلاً به حوزه بخت و شانس
خیلی توجه هم جدیدن بیشتر شده. جالبه. آره و کتاب بازی بخت و محمد رضا شعبانعلی هم توی متمم معرفیش کرده بود. اون کتابو فکر کنم یه 100 خورده ای صفحه‌اش رو مطالعه کردم، برام جالب بوده. کلا ماها وزنمون وزنی که بابت شانس در موفقیت ها میدیم اگر برای خودمون باشه تقریبا 0، اگه برای دیگران باشه 100 و نقشش رو اونطور که باید و شاید اصلا نمیشناسیم، خیلی گنگه برامون. ولی فاکتوریه که به نظرم هر کسی بهش توجه نکنه و از موفقیت حرف بزنه و بخواد رویا فروشی بکنه، اونم یه شیاده. یعنی انقدر فاکتور مهمیه که خیلی جا خالی مونده جاش. پس کتاب اسمشو روانشناسی پول و کتاب بازی بخت. بازی بخت. این دومی جالب بود. من تو کانالتونم یه خلاصه ای از کدوم گذاشته بودی؟ روانشناسی پول. از روانشناسی پول بود. آره راجعش صحبت کرده بودم توی کانال پادکستم. خیلی خوب بود. آره خیلی جاها یه نکته رو اینجا بگم، پادکست ها رو که گوش میدیم باعث میشه که کتاب رو نخونیم. آره این خیلی بده. فکر میکنیم اصل ماجرا رو گرفت. اصلا خیلی بده این. واقعا اصلا فلسفه کتاب به خاطر اینه که ما عمیق بشیم در موضوع. اصلا. و وقتی که پادکست رو گوش میدیم فکر میکنیم اول از این که یه توهم دانایی بهمون دست میده، ضمن این که اصلا در مسئله عمیق هم نشدیم، فهم ایجاد نشده، صرفا یک خبردار شده، اطلاع پیدا کردن. این به قول بازم محمد رضا شعبانعلی این اقیانوس عمقش کم، عمق یک وجبی رو توسعه دادیم. محمد رضا شعبانعلی رو گفتید، یعنی خیلی فکر کنم دنبال میکنید محمد رضا. بله. شعبانعلی. و تو فضایی که زردا زیادن، خب مثل محمد رضا کمه. همینطوره. دارن. چند تا پادکست هم معرفی میکنین؟ میتونه یه پادکست های مفید؟ پادکست سکه بسیار مفیده. پادکست طبقه 16 سهیل علوی، پادکست بی پلاس علی بندری. من یه پادکست کوهنوردی هم بگم اگه دوست داشتید. آره حتما. بیس کمپه. بیس کمپ. یه پادکست دیگه هم جدیدن دارم گوش میدم، داستان‌های تاریخی و اینها رو داره صحبت میکنه، یادم رفته اسمش چیه. مثلا آخریا راجع به کره شمالی صحبت کرده بود، بعد راجع به یه رخو نمیگی؟ رخ. آره پادکست. آره. خیلی پادکست خوبیه. خیلی پادکسته. رخیه بسیار با کیفیت. من تو اون کانال پادکستایی که گوش میدم و فکر میکنم خوبه رو همه رو قرار دادم. میتونه جای کتابو بگیره پادکست؟ نه. مثلا یه چیز دیگه است هنوز کتاب. واقعا نه. نباید بگیره به نظرم. اینطوره. و کتاب صوتی چی؟ کتاب صوتی هم تجربه‌ای که من دارم تمرکز نداره. پرش زیاده. آره خیلی. اگر امتحان کرده باشی یه کتاب صوتی، مثلا یه کتاب صوتی 200-300 صفحه‌ای شاید چندین ساعت بشه و معمولا ما موقعی میخوایم یه چیزی بشنویم که داریم یه کار دیگه میکنیم. آقای رضایی، در بخش پایانی میخوام یه سوالی بپرسم که برگردیم به کوهنوردی. جالبه اینه که یه ویژنی رو دارن ترسیم میکنن تو شبکه‌های اجتماعی، بعضن کسایی که آموزش میدن ترید و نمیدونم ارز دیجیتال و فارکس و اینا، میبینی طرف با لپتاپش پا شده رفته طبیعت، یه کمپ هم اونجا زده به اصطلاح یا کنار دریا، داره ترید میکنه و پا میشه میاد میگه من دارم دلاری در میارم. حالا کار این ویژن ندارم، ولی کار جذابیه اگه بشه. یعنی هم بری به اصطلاح اون طبیعت گردی تو بکنی، هم ترید کنی. آیا این کار ممکنه؟ شما که عملا اینو انجام دادین، آیا ترید میشه همجوری ترید کرد؟ یعنی پاشی بری شمال، نمیدونم یه جای ویلایی یا حتی تو جنگل اونجا ترید کنی، درآمدم داشته باشی، کمپت هم داشته باشی. طبق تجربه‌ای که من دارم، کسی که تریدر باشه و درآمد از این حوزه داشته باشه، اگر هم لایف استایل مورد علاقش این باشه که بخواد بره تو طبیعت و بگرده، هیچ موقع اونجا این کار رو انجام نمیده. آره پس صرفاً این یک شوه. 90-95% این اتفاق اینجوری میفته. من اصلا لود مغزی میگیره. ببین اصلا کاری نیستش که شما هر جایی بخواید انجامش بدید.
این کار نیاز به مطالعه داره، نیاز به تمرکز داره، نیاز داره مارکت بدونی چه خبره، چه اتفاقاتی میفته، چه خبرایی امروزه، دیروز چه اتفاقاتی افتاده، تصمیمات بانک ها چه شکلیه، داده ها امروز چه داده هایی میخواد، سنتیمنت بازار چیه. من که قماربازی نمی کنم که مثلا بگم که خب الان چارت دیدم الان میخرم یا میفروشم پامم میندازم. فقط ترید بستن معامله نیست، یعنی اون خیلی ماجرا داره، واقعا خیانت داره میشه در حق مخاطب که این کار آسون و سریع جلوه داده بشه. یه قانونی هست داخلش میگن 90 90 90. بروکرها این قانون رو دارن، میگن 90% افراد در 90 روز اول ترید کردنشون 90% سرمایهشون رو از دست میدن. 3 ماه اول. آره. و این خیلی تلخه و تو در مارکتی میخوای به فعالیت ادامه بدی و پول در بیاری که شانس موفقیت عمومی خیلی پایینه. هیچ وقت اینا رو کسی که آموزش داره میده نمیگه. و یه سوال این که شما الان مشاوره کسب و کار میدین، حالا کسایی که این پادکست رو میشنون میتونن ازت مشاوره بگیرن؟ بله حتما، چرا که نه. شخصی یا کسب و کار فقط؟ من کارهای مربوط به سلف کوچینگ و بیزینس کوچینگ های فردی رو به صورت تیمی معمولا برگزار میکنم، چون هزینهش خیلی شاید قابل توجیه برای یه شخص نباشه، اما بیزینس ها به صورت مستقل باشون صحبت میکنیم و کارشون رو انجام میدیم. و آنلاین الان دیگه آنلاین از اون وقت. آره دیگه، یا باید طرف ترکیه باشه یا به صورت آنلاین کلا کاراشو انجام میدیم فعلا. بسیار هم عالی. و نهایتا این که در مورد کوهنوردی اگر نکته‌ای دارین، در مورد یک توصیه به کوهنوردا یا نکته جالبی فکر می‌کنی هست بگید بشنویم. من خودم که کوهنورد نیستم، به کوهنوردها و ورزشکارهای حرفه‌ای هم خیلی نمیتونم توصیه خاصی داشته باشم، اما به عموم افرادی که علاقه‌مند هستن به این موضوع میتونم بگم که یه ذره ازش انجام بدید. ما توی اهمال کاری یه راهکار داریم، کاریو که میگه شنبه، فردا، پس فردا، ماه دیگه تمام عزمتو جذب کن، تمام همتتو جمع بکن، یه ذره ازش انجام بده. جالبه. اون یه ذره رو که انجام بدی وقتی که علاقه‌مندی وجود داشته باشه، احتمالاً یه ذره دیگه دفعه بعد بیشتر انجامش میدی. اصطلاحاً بهش میگن میکرو اکشن. حالا اگه دقیقاً چیز کنی، یعنی برای افرادی که کوهنوردی و تربیتگردی رو تجربه نکردن و همش ازش شنیدن احتمالاً و خیلی وقت میخوان انجامش بدن، شما میگی یه فعالیتی کوچیک شده 2 ساعت. دقیقاً. آقا 2 ساعت تو پارکتون، پارک شلوغه فلان، صبح زود قبل از اینکه بری سر کار خسته ای، صبح زوده نمیتونی، مثلا موقعی که از سر کار برمیگردی 1 ساعت تو اون پارکتون محوطه، واقعا تأثیری که توی روحیه آدم میذاره، فضای طبیعی، من جای دیگه ای تجربهش نکردم. من آدمیم که آدرنالین خیلی دوست دارم و خیلی جاهای بانجی جامپینگ چندین بار پریدم و خیلی موضوعات هیجانی برام جذابه، نمیدونم موزیک زیاد، کلاب، نمیدونم اینجور چیزا تا حتی مدتی قبل خیلی جذاب‌تر بوده، ولی انرژی که از اون فضای طبیعی میگیرم اصلا قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه ای نیست. با این حرکات هیجانی نیست اصلا. یکی زمانشه، اینا خیلی کوتاهن، هم کوتاهن، همون دوپامینه یه جوری مثلا به قول تو دوام خیلی زیادی نداره ولی طبیعیه. مثلا ما یه روزو میریم با همسرم دوچرخه سواری میکنیم، یه هفته 10 روز اوکی هم. سایکل خیلی جذابه. آره. و واقعا میتونه انرژی من رو توی اون مدت تامین بکنه. خیلی هم عالی. ممنون آقای رضایی از اینکه گفتگو کردید، تشریف آوردید، یا عالمه چیزای خوب یاد گرفتیم در مورد بیزینس، خاطرات خوب کوهنوردی و امیدوارم که باز هم شما رو ایران ببینیم و جلسه داشته باشید. گفتین که نمیاد شاید به زودی. شاید آره،
آره ولی یه قول الان وصله این دوربین هنوز اگه بیاین 2 سال آره. دیگه بیاین یه جلسه دیگه حتما چرا که نه. خیلی هم عالی. حالا بچه‌ها هم میبینن، یعنی پیجتون اینا آشنا میشن، ان شاءالله استفاده کنن از اون کانالتون رو خیلی دوست دارم، ادامه بدید و از این استفاده کنن. خیلی ممنون و سپاسگزارم. سلامت باشین. ممنون، تشکر.